کسی گوی یک روز 10 میلیون تومان حقوق من بوده از پزشکان، 10 میلیون 10,000 دلار بوده، هر میلیون 1,000 دلار. و بعد کم کم همینطور بالا رفته. حالا گفت که تومنهای بالاتر گفت میگیرم، به 1,000 دلار رسیدن. باشه شما ببینید که الا اگر کسی درآمدش 10 میلیون تومان باشه 100 دلار نیست، کمتر از 100 دلاره. و این کارگر، این معلم، این کارمند چگونه زندگی کنه؟ فکر اینا را بکنید. و اگر کسی 50 میلیون تومان درآمد در ماه داشته باشه که کمی اینطوری افراد 400 دلاره، با 400 دلار چگونه میتونه کسی زندگی بکنه؟ و فکر اینها داشته باشید. بر جامعه فشار وارد میکنه. مردم قدرت خرید نیازهای اولی را ندارن. قدرت خرید نان رفته از مردم، قدرت خرید گوشت و نیازها رفته از مردم. بر مردم فشاره. مسئولان از خودشون نگن که از دست ما چیزی نمیشه. خب وقتی که شما مسئولید از دست شما چیزی نمیشود، و بالاخره شما کنار بری بهتره. کسان دیگه بیاین که بتوانند بچرخانند، شما نمیتوانی بگی که از دست ما نمیشود. شما باید مدیریت کنید، شما شرایط تغییر بدید، عوض کنید سیاست ها را و پاسخگوی نیازهای مردم باشید. شما را الله پاسخگو قرار داده، شما مسئولید و از مسئول من شما نمیتوانید مسئولیت فرار بکنیم.